سلام، سال نویتان و عید سعید فطریتان البته گذشته تبریک باشه. امیدوارم سال خوب و خوشی را کنار عزیزانتان آغاز کنین و سال برآورده داشتن آرزوهایتان باشه. دوستان عزیز، قرار است خبر خوشی که دستوری براتون گفته بودم این بود که یک کتابخانه عمومی به اسم کتابخانه شهید بابا مزاری در بروری ساخته شده. برای دوستایی که علاقه‌مند خواندن کتاب‌های فارسی هستن میتونین بیاین، در هر حوزه میتونین بیاین شما کتاب پیدا کنین، از هزاره شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی، همه از اینا. دوستای عزیزی که مرا دنبال میکنین، مؤسس اصلی کتابخانه که است دکتر جعفری همراه همکارانشون هستند و خیلی تشکر خاص از اونها میکنم به خاطری که این فرصت را برای تمام جوانان مهیا کردن که در همچین فضای آرامی بتونن درس خود را بخونن و توسعه فردیشون بکنن. آدرس کتابخانه را من براتون در دیسکریپشن میمونم. آدرس را براتون میگم. آدرس کتابخانه بروری، سرک کرانی، مسجد جامع بابا مزاری است، شهید بابا مزاری است. میتونین بیاین از نزدیکم بپرسین. شرایط زیاد سختی ندارن، شرایطش کاملا مطابق کسایی هستن که محصل هستن و میتونن هزینه بپردازن. اینترنت دارن، فضای باز دارن، میتونن از تمام از این استفاده کنن به خاطر پیشرفت. موفق باشین تا ویدیوی بعدی که من براتون در مورد یک فرصت جدید میگم. انشالله که از این فرصت استفاده کرده باشین. خدا نگهدار.